اولین سفر خارجی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بعد قرار دادگاه بین المللی اوید به حبس او به جلسه سران کشورهای مشترک المنافع نرفتن نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان و تلاش هماهنگ کردن موقعها در رابطه با سیاست منطقوی و بین المللی. این چند نکته است که درباره همایش پرزیدنتان در بیشکک به آن تاکید شده است. یک مسئله خیلی مهم است، مسئله با کار ماندن یک سیاست مشترک در نسبت روسیه، سیاست مشترک در نسبت کشورهای پیشرفته و سیاست مشترک در نسبت خیتای و غیره. یعنی میخوان که یک سیاست رو پیش برن که نسبتاً منفعت های همه کشورها رو فرا گیرد. سازمان کشورهای مشترک المنافع که 32 سال پیش در خرابه های SSSR ایجاد شد، رسما 11 عضو دارد. ولی پیوند بین آنها تا رفت ضعیفتر می شود. در جنگ روسیه علیه اوکراین، بلاروس از مسکو و مولدووا از کیف جانبداری کردند. در بحران قره‌باغ کوهی، ارمنستان برای عدم پشتیبانی مسکو در اختلافش با آذربایجان خشمگین شد. کشورهای آسیای مرکزی تماس‌های سیاسی را با غرب و اروپا تقویت می‌دهند. ولادیمیر پوتین در جلسه بیشکک به همه تبسم کرده، دستانشان را به خرسندی می‌فشارد، چون که روسیه دیگر در حالت نیست که به دیگرها آخرین همپیمان‌هایی که هنوز به مسکو پشتشان را نشان ندادند سخت فشار آورد. با نظر داشته در انزوای بی سابقه بودن مسکو، نظامنامه روم و او را جنایتکار جنگ اعلام کردنشان، شمار کمی کشورهای مانده است که او می‌تواند بی خطر سفر کند. این به منفعت مسکو نیست که به کشورهای آسیای مرکزی فشار آورده آنها را از خود دور کند، بلکه برعکس. پوتین درباره منفعت‌های اقتصادی در شرایط کنونی خواهد گفت، چون که همه می‌فهمند که از سوی تحریم‌های روسیه به کشورهای آسیای مرکزی فشار می‌آورند و این چیز امکانات‌های فراوان برای تجارت خرد و میانه فراهم می‌کند. تحلیلگری دیگر با اشاره به جنگ در اوکراین است، تصمیم‌های نادرست زیاد و پیش پا زدن قاعده‌های همزیستی بین المللی مطابق به آیین‌نامه سازمان ملل متحد چون عامل‌های کم‌ارزش شدن این سازمان می‌گوید. набуди тавoni дар масоили зиёд созиш кардан, даст кашидан аз баъзе қарорҳое ки ба як гурӯҳи шарикон писанд нестанду ба дигарҳо қобили қабуланд, боиси он шуд ки бисёр мушкилот ҳал нашуд ва ё бар зарари дигар ҷонибҳо гардид, яъне ба созиш нарафтанд. ба ҳамин хотир арзиши созмони муштаракулманофеъ кам шуд. جلسه سران کشورهای مشترک المنافع روز 13 اکتبر جمع بست می‌شود.